من این ترنسفر رو آماده کردم برای این سوال و ترنسفر هر طرحی که دوست دارید که بستگی به سلیقه خود شما داره. باید ترنسفر رو داخل آب ولرم قرار بدیم تا کاملا سطح سیلیکونی از این کاغذ جدا بشه. من از قبل علامت گذاری کردم روی سفال و با چسب شیشه‌ای چسبوندم و جاشو مشخص کردم. باید حدود چند دقیقه به این کار زمان بدیم تا سطح رویی از کاغذ جدا بشه. برای چسبوندن ترنسفر روی کار باید دقت کنیم. ببینید این نوشته باید کاملا زیر آویز قرار بگیره. پشت سفال معمولا آماده، 2 سوراخ آماده هست برای چسبوندن آویز روی دیوار. میتونیم با سیم مفتولی یه آویز درست کنیم و این کار رو به دیوار آویزون کنیم. قبل از اینکه ترنسفر رو بخوایم روی کار بچسبونیم باید دقت کنیم که نوشته ببینید زیر این کار قرار بگیره. مثلا امتحان میکنیم ببینیم آیا ببینید ترنسفر از کاغذ جدا میشه یا نه. بله الان آماده است و میتونیم راحت به کارمون بچسبونیم. من از قبل جاشو مشخص کردم. ببینید خیلی راحت میتونیم ترنسفر رو روی سفالمون قرار بدیم و کاغذ رو از زیرش بکشیم بیرون. بعد از این کار باید ترنسفر رو روی کارمون فیکس کنیم